بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله. انیس قلب خود تنها خدا کن، خدا را در دیل شب صدا کن. ز خوف حق اگر اشک بریزی، به حال دوستان هم دعا کن. با کمال ادب عزیزان من، برادران اهل اسلام و هموطنانی عزیز، به فرارسی عید رمضان مبارکباد گفته برای هر یک شما از درگاه خداوند متعال سلامتی خوب و عمر دراز با برکات، ایمان کامل، بردباری در کار و زندگی، عشق و محبت خاصه در عائله شما، تینجی آسودگی که در حیاتتان انشاءالله خداوند انشاءالله موفقیت بگرداند و الها شما را انشاءالله با شرافتی این عید بزرگ زیبایی هر دو عالم را نصیبتان بگرداند. خداوند همیشه یار و مددگاری ما و شما باشد و طفیل این ماه انشاءالله مبارک سال 2024 الله سال پرفیض پربرکات در عائله، در خاندان، در عمرهای ما و شما الله الها نصیب بدارد و آنچه عبادت هایی که عاجزانه کردیم در این یک ماه، چه روز با روزه، چه انشاءالله شب انشاءالله با قیام، الله سبحانه و تعالی بریا به کم و کس الها بدرگاش قبول نماید و سایبانی آخرت بگرداند و روز قیامت الله از شفاعت انشاءالله این روزه بزرگ که پیغمبر نازنین وعده کردن که البته این فی الجنت باب یقال له الریان لا یدخلون الا الصائم فی شهر رمضان، یک الهی در دروازه است که فقط برای روزداران خداوند آماده کرده است. همه انشاءالله روزداران اهل اسلام از همون انشاءالله خداوند دروازه جای بدهد و به دیداری الله سبحانه و تعالی مشرف بگردوند و بعد شفاعت رسول الله صلی الله علیه و سلم لایق بگردوند. آمین و رب العالمین. عزیزان من، انشاءالله خدا خواهد امروز شورای یعنی علمای ازبکستان زمین انشاءالله خدا خواهد شیخ انشاءالله یعنی نوریدین مفتی ما و شما پرزیدنت انشاءالله خدا خواهد دین امروز اعلان کردن انشاءالله خدا خواهد سنه دهم روز چهارشنبه انشاءالله یعنی عید است. عزیزان من، بار دیگر به عید مبارکباد میگیم. در این روز عید چندین توصیه ها خدا خواهد یعنی شورای علمای ازبکستان زمین انشاءالله خدا خواهد دادگی هستند. همین سال بستم شما پیشکش میکنیم باید که در این روز عید انشاءالله ما و شما همین سال تئوری دا باید که انشاءالله به عیدگاه بیاییم. یکی انشاءالله خدا خواهد شب همون عید انشاءالله خدا خواهد روز سه شنبه گذری چهارشنبه میشود باید که انشاءالله خدا خواهد بتونیم زنده بداریم انشاءالله خدا خواهد و با ذکر و انشاءالله به یاد الله و خواندن قرآن گذارونیم. این سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده است. دیم کاری که میکنیم پیش از برآمدن انشاءالله نماز باید که آب بازی کنیم و انشاءالله خدا خواهد مسواک دندانام تازه کنیم و انشاءالله از خوشبی هایی که پیغمبر علیه السلام که عطر دوست می داشتن از این عطر خدا خواهد استفاده برده خوشبو شده انشاءالله به عیدگاه بیایم که تا که از بوی خوشی ما و شما فرشته ها از بوی خوشی ما و شما که مهمان الهی هستیم الله سبحانه و تعالی اله راحت کنه انشاءالله خدا خواهد. یکی دیگرش لباس های زیبا پوشیدن انشاءالله، نه این لباسی که بین نو خریدن، نه همین لباسی که انشاءالله تازه باشد، آزاده باشد، نجاست نباشد انشاءالله. با این انشاءالله خدا خواهد لباس ها را پوشیده به عیدگاه اومدن سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. پیش از انشاءالله خدا خواهد نماز خواندن عید باید که صدقات فیتر عزیزان من ادا کنیم انشاءالله. صدقات فیتر آخرین دقیقه هاش یعنی نماز عید است انشاءالله خدا خواهد. حتی که من یک زنی که حامله دارد همون کودکی که در روز عید انشاءالله پیش از نماز تولد کند و این هم صدقات فیتر واجب میشد. این چنین تا نماز ادا کردن انشاءالله سنتی چی است رسول الله صلی الله علیه و سلم. خب این چیزان البته خدا خواهد انشاءالله عمل کنیم.
و پیش از آمدن انشاءالله نماز، البته در روز نماز عید یعنی خوردن طعام یعنی شکم سیر کردن سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. در نماز عید قربان باشد روزه گرفتن سنت است. که الحمدلله در این روز چی باید که ما شما یک چیز خوریم انشاءالله خدا خواهد نفس ما قانع کنیم و به انشاءالله عیدگاه شکار کنیم شروع کنیم انشاءالله خدا خواهد. خب میگه به کدام راهی که مسجد می آید به دیگر راه با برگشته رفتن شم سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم برسد. عزیزان من یا دیگر انشاءالله خدا خواهد وقتی که به مسجد می آییم تکبیر گفته یعنی الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد گفته اومدن سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. لیکن عزیزان من در نماز عید خدا خواهد رمضان همین تکبیرات یعنی خاموش آرامانه یعنی پس گفته اومدن سنت، نه که در عید قربان باشد چون که بلند گفتنش انشاءالله چی از سنت است. چون که ما شما 23 تکبیر در عید قربان البته با انشاءالله خدا اجرا میکنیم خدا خواهد انشاءالله. یکی دیگر انشاءالله خدا خواهد بعد از نماز ادا کردن به زیارت انشاءالله پدر و مادر رفتن عزیزان من و به زیادت خویشاوندان عمک تاغا خاله انشاءالله خدا خواهد یعنی خاندان ما شما خانه اگر به بعد گذشتگی باشن البته به خانه پدر که جانشین بود همجا رفته انشاءالله خدا خواهد در حق شد دعا کردن و اگر خدا خواهد زنده باشن برای پدر و مادر تحفه های بهترین گیریم انشاءالله خدا خواهد. ایدی دادن سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم از خدا خواهد. از یکمون مغازه است خدا خواهد شما از یکان دکانی است خدا خواهد قدر امکان انشاءالله یکان شیرینی با اگر یکان لباس بگیرین انشاءالله نور بالای نور میشود. یک روز در این روز شادی یعنی شاد کردن پدر و مادر کسی که زنده است این بخناکتری انسان من حسابش بکنیم که به یک توفیق زیبا انشاءالله خدا خواهد پدر و مادر در کنار بگیرد انشاءالله دعاشونو بگیرد. این بخناکترین انسان ها است و اینچنین میتونین در این روزی مبارک انشاءالله برای خدا خواهد انشاءالله خدا یتیمان مسکینان بیچارگان انشاءالله خدا خواهد یعنی بینوایان انشاءالله خدا خواهد یگان خبر گیرین یگان توفه هایی که خدا خواهد انشاءالله با اجرا بکنین انشاءالله خدا خواهد نور بالای نور میشود. این انشاءالله فتوای خدا خواهد انشاءالله یعنی علمای شورای علمای ازبکستان است عزیزان من. این توصیه برای همه از ما کشیده برای همه ما این توصیه آن خدا خواهد این سنتان عمل کنیم انشاءالله خدا خواهد نور بالای نور میشد. نه اینکه گریستن در این روزا نه در این خانه ها ماتم گرفتن لباس سیاه و دیگه و مزار دویدن و خدا خواهد در خانه ها گوی که مرددارا شیشته پیشواز گرفتن این بدعت است عزیزان من. چون که برای ما شما دو خرسندی است. انس ابن مالک روایت میکند این حدیث عزیزان من پیامبر صلی الله علیه و آله وقتی که به مدینه اومدن خدا خواهد اهل مدینه پرسیدن که اهل مدینه در یک سال 2 مراتب بازی میکردن رقص و بازی میکردن خرسندی میکردن. گفتن این چی است؟ گفتن یا پیغمبر گفتن ما در یک سال 2 مراتب خرسندی رقص و بازی میکردن در زمان جاهلیت. به نظر من رسول گفتن که البته خداوند تبدیل داد همین یعنی رقص و بازی های شما را به عید ضحی به عید انشاءالله فطر یعنی عید رمضان عید قربان کردی گفت یعنی تبدیل داد. این روز خرسندی است روز شادی است انشاءالله روز عید است خدا خواهد انشاءالله. این کار نکنه از لازمان این بدعت قبیح به خود آشکار نکنه. اگر می بود علمای خدا خواهد انشاءالله یعنی شورا به این چیز فتوا میدادن که در خانه بشینه یعنی قرآن خونه لباس سیاه پوشه دیگر این همش بدعت است عزیزان من. این پرازنیک است بین ما شما پرازنیک دیگر یعنی دین ها را پرازنیک میکنیم پرازنیک مسلمانان را به ماتم عیب است شرمندگی است. کی ما خرسندی خودش 2 تا خرسندی 2 شادی داریم خدا خواهد همین هم مبارک شما از دست نتیم. حتی ببینید که در روز عید یک خرسندی را ببینید فرشته در سید راه هم استادیان میگفتن ای بنده های خدا به عیدگاه بیایم بیشتابیم به عیدگاه چون که شما یعنی روزه گرفته فرمان خدا را کرده شبها را قیام کرده بیا انشاءالله نماز بخونه انشاءالله اجر و مکافات چه بگیره اجر و پاداش دادن الله یعنی مکافاتش چی از در این روز است میگفتن. وقتی که ما شما نماز عید میخونیم میبرمدیم فرشته میگفتن که اکنون شما اجازت نامات دیپلمات نگرفتین الله از شما راضی شد شما زودتر انشاءالله خدا خدا که برگردیم به خاندان و این خرسندی را انشاءالله ادامتین عزیزان من ببینید ادامه
این خرسندی خداوند در این روز خداوند انشاءالله شادی کردن، حتی عیدی دادن سنت از پیغمبر نازنین صلی الله علیه و سلم. یک روز میگه از عیدگاه برمدن خانه خداوند، یکم زیارت دخترشو فاطمه رفتن، میگه امام حسن امام حسین دیده اومدن دامن رسوندن که یا بابا جان برای ما عیدی تین. پیامبر صلی الله علیه و سلم عیدی داد. امروز برنی برای ما بعد کودکان و بچه‌کان خداوند عیدی تین. خداوند این خرسندی است. اینا در رشته زمین شما اکثر اوقات میبینید که خداوند با این نوار ما روز عید میپرتیم، خداوند اکثر کودکای ما مزه میکنن، اکثر جوانای ما راحت میکنن انشاءالله، همچون خرسندی همچون عید پیشواز میگیرن. پیغمبر وقتی که عیدی داده میگد گوشه خانه رفت، میگد فاطمه مادرمون داماش گفت که یا خداوند گفت این روز عید است، نبیرگانی من از من عیدی پرسیدن، منم از عیدی میخوام. گفت وحی الهی اومد گفت محمد چی میخواهی؟ گفت من یگانه آرزوم گفت نه دنیا نه پول نه مال، گناه امتام میخوام. گفت میخوام که گفت امت آمده روز خرسندی تمام گناهاشون مغفرت کنین. خدا گفت من گناه امتات مغفرت کردم، محمد خاطر جمع باشد. امروز خرسندی است، شادی است، تا که برای خرسندی تو من امتات بخش. بین محمد علیه السلام از خدا عیدی پرسید و گناه منو تو را خریداری کرد. اگه ما نبرگام نخدا خواهد زن همون را توفه گیریم، دخترکام و کودکام نکن این توفاره گیریم. این خرسندی که یک شادی و یا یک تماسی یک دنیا است. همون یک آرزو که زنده میکنیم، فرزند میپوم، بچه میپوم، دخترام و میخوردم میپوشونم. در این روز عید خدا خواهد با از اینم وسیع تر خوش میره که فخر کند که من بابا دارم، فخر کند که من پدر دارم. از زانی من صحبت کنیم، صحبت بسیار است. انشاءالله خدا خواهد امید میکنیم که بار دیگر عید رمضان مبارک باشد. خدا با طفل این عید در تمام دنیا تینجی آسایشتگی خاطر زمین انشاءالله برقرار بدارد. در سر ما اون حکومت داره که از رئیس جمهور کشیده تا رئیس ناحیه، یعنی خادمان دین که از جناب خداوند مفتی کشیده تا خداوند جناب خداوند، یعنی قاضیات فرغانه و سوخ، خداوند برای دین خدمت دارند. الله در امراشو، در رزقاشو، در کسب و کاراشو الها برکاتتان نماید و این جمهوری ما و شما جمهوری پقدار شدنش را الله نصیبه بدارد. همه مسلمانان آمده کار و تا سال دیگر الله در حفظ و پناهش اله نگهبان باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.